مازیار زاره میگیره توپ رو برای کریم باقری. ایوان پتروویچ عبور میکنه از یار مستقیم. فرصت برای پتروویچ هست، ارسال بلند، توره و بله توی دروازه. خیلی خوب میزنه، در حالت نامتعادل ضربه‌اش رو میزنه ابراهیم توره. اولین گل خودش رو در لیگ برتر این فصل به سود تیم پرسپولیس به ثمر میرسونه و شادمانی رو به حدود 30,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه و افشین قطبی هدیه میکنه. پرسپولیس 1 ذوب‌آهن 1. پرسپولیس در این ورزشگاه که بدون تماشاگر برگزار شد. حالا مجددا دوستداران این تیم به ورزشگاه آمدن. خیلی خوب میزنه، توپش با زمین برخورد میکنه و آرام آرام به درون دروازه میره. سازنده هم که ایوان پتروویچ هست، دو بازیکن خارجی، یکی سازنده و یکی